درود عزیزان همراه، به چنل خودتون آینه عبرت خوش آمدید. برای حمایت از تیم ما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. امروز میخوایم در مورد بودا صحبت کنیم. البته نه خود بودا، گلچینی از جملات بودا که دیدتون رو نسبت به زندگی تغییر میده. در ادامه جملات بودا که بسیار مهم و جذاب هستن رو برای شما انتخاب کردیم که حتما عمل کردن به اونها در زندگی شما میتونه تأثیرات مثبتی داشته باشه. رازی که سلامت بدن و روح شما رو تضمین میکنه. زندگی خوشحال و احساسی در لحظه است. 3 چیز پنهان نمی شود: خورشید، ماه و حقیقت. تنها 2 اشتباه وجود دارد که می تواند کشف راه درست رو از بین ببره: شروع نکردن و امتحان نکردن راه‌های مختلف. سلامتی بزرگترین هدیه است. محبت بزرگترین ثروت و وفاداری بهترین رابطه است. هزاران شمع را می توان با یک شمع روشن کرد. پس زندگی شمع کوتاه نخواهد بود اگر خوشبختی را با دیگران هم به اشتراک بگذارید. اگر شما واقعاً خودتان را دوست داشته باشید، هرگز به دیگران آسیب نمی‌زنید. صلح از درون شما آغاز می شود. در بیرون به دنبالش نباشید. هیچ چیز بدتر از عادت کردن به شک و تردید وجود ندارد. شک بین مردم تفرقه می اندازد و مانند سمی دوستی ها را از بین می برد و روابط را خراب می کند. شک یک خار است که باعث می شود شمشیرها کشیده شود. اگر شما جملات مقدس را بخوانید و حتی به آنها فکر کنید، اما اگر به آنها عمل نکنید چه تأثیری خواهند داشت؟ هیچ کس ما را نجات نمی دهد. هیچ کس نمی خواهد و نمی تواند. این خود ما هستیم که باید مسیرمان را پیدا کنیم. حفظ سلامت بدن یک وظیفه است. در غیر این صورت ما نمیتوانیم ذهنمان را قوی و روشن کنیم. برای لذت بردن از سلامتی، برای بخشیدن شادی به خانواده خود، برای ایجاد صلح باید ابتدا کنترل ذهن خود را به دست بگیریم. اگر کسی بتواند ذهن خودش را کنترل کند، میتواند راه روشنفکری را بیابد. در نتیجه آن تمام عقل، کمال و فضیلت‌های جهان به او میرسد. هدف ما در زندگی این است که هدف خود را پیدا کنیم و تمام قلب و روحمان را در آن راه بگذاریم. شما می توانید تمام جهان را جستجو کنید تا کسی را پیدا کنید که سزاوار عشق و محبت بی‌نهایت شماست، اما هیچ وقت نمی توانید آن را پیدا کنید، چون او کسی نیست جز خود شما. شما از هر کس دیگری سزاوارتر هستید برای محبت خودتان. همانطور که گنج‌ها از زمین بیرون می آیند، فضیلت‌ها نیز از اعمال خوب خارج می شوند و حکمت از ذهن پاک و صلح‌آمیز پدیدار می شود. برای اینکه بتوانید با خیال راحت از پیچ و خم‌های زندگی عبور کنید، شما نیاز به نور فضیلت و هدایت حکمت دارید. وقتی شما شروع به حفاری کنید، هیچ نشانه‌ای از آب وجود ندارد، بلکه فقط خاک و سنگ است که جابجا می‌کنید. اما اگر خوب این کار را انجام دهید، سرانجام به آب پاک و خالص می‌رسید. باید مراقب حرف‌هایی که می‌زنیم باشیم و قبل از بیان بسنجیم که چه تأثیر خوب یا بدی روی افراد دارد. فقط آن چیزی را از دست می دهید که به آن دل بسته اید. ما چیزی هستیم که به آن فکر کرده ایم و با همین تفکرات دنیا را می سازیم.
حرکت خوب در مسیر مهمتر از رسیدن است. شک در راه خود شروع پیدا کردن نور واقعی است. ما هر روز صبح دوباره متولد می شویم. کاری که امروز انجام می دهیم از همه چیز مهمتر است. بهتر از هزاران جمله توخالی کلمه است که صلح را به ارمغان می آورد. زمانی که ما در یک مشاجره خشمگین می شویم، رسیدن به حقیقت را متوقف می کنیم و فقط می خواهیم خودمان را ثابت کنیم. همه اشتباهات از ذهن نشأت می گیرد. اگر ذهن شما تغییر کند، آیا اشتباهی باقی می ماند؟ خالصی و ناخالصی به خودتان بستگی دارد. دیگری نمی تواند شما را تسویه کند. هیچ کس نمی تواند ما را نجات دهد به غیر از خودمان. ما خودمان باید راه را پیدا کنیم. عشق واقعی از فهمیدن متولد می شود. تسخیر خودمان وظیفه اصلی ماست، نه تسخیر دیگران. شما برای خشم خود مجازات نمی شوید. شما توسط خشم خود مجازات می شوید. رنج قطعی است، رنج کشیدن اختیاری. صبر یک کلید است، همانطور که قطره قطره یک کوزه پر خواهد شد. خودتان را نجات دهید، منتظر دیگران نباشید. هر انسانی مسئول سلامتی و بیماری خود است. نفرت با نفرت متوقف نمی شود، بلکه فقط با عشق پایان می یابد و این یک اصل ابدی است. در گذشته نمانید، در رویای آینده سیر نکنید. تمرکز ذهنی خودتان را روی لحظه حال بگذارید. خشم مانند نگه داشتن زغال داغ برای پرتاب کردن به سمت شخص دیگری است. خودتان اولین کسی هستید که صدمه می‌بینید. هیچ آتشی مانند شور نیست، هیچ کوسه‌ای به قدرت نفرت نیست، هیچ تله‌ای مانند حماقت نیست، هیچ سیلی مانند طمع نیست. هیچ مسیری به خوشبختی وجود ندارد. خوشبختی در خود مسیر است. در پایان 3 چیز اهمیت دارد: چقدر دوست داشتی، چقدر زندگی کردی، چقدر عمیق بودی. دوستان عزیز، کدام یک از این جملات را می‌خواهید سرلوحه زندگیتان قرار دهید؟ لطفاً آن را برای دیگران کامنت کنید. زمان شما بسیار با ارزش است. برای آگاهی بیشتر از ویدیوهای دیگه ما دیدن کنید.